سلام. اگه میخواهید ماشینتون رو به نمایندگی ایران خودرو ببرید و دنبال یه روش ساده برای نوآوری‌گیری هستید، با ما همراه باشید. توی قدم اول نیاز داریم که برنامه ایساکو رو نصب کنیم. برای این کار وارد کافه بازار میشیم و با سرچ کردن ایساکو اون رو پیدا میکنیم. برنامه‌ای که میبینید رو باید نصب کنید. من نصب کردم، برای همین نیاز نیست نصب کنم. تو مرحله بعد با وارد کردن شماره تلفن خودتون وارد برنامه میشید. توی صفحه اول برنامه روی گزینه‌ای که نشون داده شد کلیک می‌کنید. این گزینه برای وارد کردن خودروی جدید هست. یک بار که خودروتون رو وارد کنید، دفعات بعد میتونید تمام خدمات مرتبط با اون رو به سادگی تو این قسمت دریافت کنید. اطلاعات مورد نیاز رو میتونید از برگه سبز خودرو دریافت کنید. با وارد کردن اطلاعات، اگر این کار به درستی انجام شده باشه، شماره پلاک خودرو و نام خودرو رو تو صفحه بعد مشاهده می‌کنید. به صفحه اول برمیگردیم، روی خدمات تعمیرگاهی میزنیم، روی نوبت‌دهی نمایندگی میزنیم. روز و تایمی که می‌خوایم رو میتونیم توی صفحه انتخاب کنیم، ولی قبل از اون نمایندگی که میخواید برید اونجا رو انتخاب کنید. وگرنه سیستم خودکار نزدیکترین نمایندگی رو شما انتخاب کنه. میتونید شهری که داخلش هستید رو انتخاب کنید، نمایندگی این شهر هم به شما نشون میده. بعد از انتخاب نمایندگی تایم انتخاب کنید، روی گزینه بعدی بزنید و تو این قسمت حتما ایرادات رو ثبت کنید. ثبت کردن ایراد باعث میشه که نمایندگی موظف باشه هنگام مراجعه به اون این ایراد رو حتما بررسی کنه و رو برگه‌ای که به شما میده باید قید بشه. بعدی رو بزنید. میتونید یه نفر دیگر رو بفرستید ماشین رو تحویل بده اگر نیاز به این کار بود. اینجا مشخصاتش رو بنویسید، اگر مشخصات خودتون بنویسید و در نهایت ثبت کنید. و تو مرحله آخر، بعد از اینکه همه کارا به درستی انجام شده باشه، این پیامو مشاهده می‌کنید که نوبت شما ثبت شد و الان یک اس هم بعدش به شما میاد که توی تاریخی که اس نشون میده میتونید به نمایندگی مراجعه کنید و ماشینتون رو سرویس کنید. اگر این ویدیو واسهتون مفید بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. میتونید ما رو فالو داشته باشید تا در آینده با کلی محتوای از همین جنس در خدمتتون باشیم.